فقط میگفتن که باید تو ناامید نباشی، دلشکسته نباشی، همه وقت حرکت به پیش کنی و در زندگی باید مقصد داشته باشد. فقط به همون مقصد، به همون هدفی که مونده ای باید به همون حرکت کنی. هدف نباشد، مقصد نباشد، تو گشتن میگیری و نتیجه نیست. مثال المپیاد 3 لمانگی باید فقط همونجا حرکت کنی. مثال در گراند سلم ها، مثال در گراند پری شکست هم خوری، هدف این مثال بازی المپیاد و در زندگی هم باید همین هدف داشته باشی. با همون هدف باید حرکت کنی. با برد و باخت پرابلم هایی که هستش راه میبره و اینها باید عموما اعتبار نکنی و از همون یک مثال شکست شید، از همون باید یک درس شود و دیگر مثال همون تکرار نشود.